درخش شکوفه‌های سیب راهنمای ماست. شمیم خوش باغات پرشکوفه میوه ما را به دهکده توریستی و سرسبز و خرم به روستای روئین میرساند. روستای روئین یکی از روستاهای دهستان روئین از توابع بخش مرکزی شهرستان اسفراین است. این روستا در منتهی علیه دره رودخانه روئین و در رشته کوههای آلودار قرار گرفته. روستای روئین با 3000 نفر جمعیت در 26 کیلومتری شمال شهر اسفراین و 52 کیلومتری جنوب شرقی بوجنورد واقع شده. نام روستا در متون تاریخی عموماً روئیندش آمده است که هر دو جزء اسم فارسی است. واژه روئین به معنای مکان رویش اشاره‌ای دارد به سرسبزی دره محل استقرار روستا. روستای روئین از جمله روستاهای سرسبز و آباد شهرستان اسفراین است که در سمت جنوب کوههای آلاداغ و در یکی از دره‌های با صفای این رشته کوه واقع شده. زمین‌های روستاها در دره طویل با جهت شرقی و غربی قرار دارد و دره‌های فرعی هم از شمال و شرق و جنوب به آن متصل می‌شوند و همه این دره‌ها پوشیده از انواع درختان میوه است. در کنار سرسبزی باغ‌های روئین، استواری کوه‌های اطراف روستای روئین هم دیدنی است. دهکده توریستی روئین را می‌توان به حق کانون چشمه سارهای جاری لقب داد. در این روستا بالغ بر 59 چشمه جاری و روان قرار دارد. روستای روئین دارای بافت متمرکزی است. کوچه‌های پیچ در پیچ و باریک، خانه‌های گلی با سقف مسطح و دیوارهای گلندود از ویژگی‌های معماری خاص این روستاست. بیشتر خانه‌ها در 2 طبقه ساخته شده که طبقه زیرین به انبار، کاهدان و طبیله اختصاص دارد و طبقه بالا هم محل سکونت خانوار است. بافت پلکانی روستا همراه با چشم‌اندازهای درختان بلند چنار زیبایی وصف ناپذیری پدید آورده که برای گردشگران جذاب است.